به خاطر ترکیب شگفت انگیز گواوا و دراگون فروت این معجون انرژی حتی در لحظه های خستگی انرژی دوباره به شما میبخشه. حالا گواوا رو به دقت خالی میکنیم، بعد عسل، شیر، یخ رو اضافه میکنیم و میکسشون میکنیم. یک مقدار پودر چیلی تون همراه با کمی نمک روی سطح گواوا میپاشیم تا طعم رنگی و جذاب و هیجان انگیز ایجاد کنیم و به این ترتیب گواوا به یک ترکیب خاص و دلپذیر تبدیل بشه. حالا دراگون فروت رو با دقت برش میزنیم و بعد موز و پوست میگیریم و در نهایت دانه های انار رو به مخلوط اضافه میکنیم. با مقداری عسل و شیر داخل میکسر میریزیم تا یک معجون فوق العاده خوشمزه به دست بیاد. در نهایت داخل یک لیوان سروش میکنیم. نوش جان. انگور سیاه و دانه میکنیم و داخل یک کاسه آب تمیزشون میکنیم. بعد از اینکه تمیز شد میریزیم داخل یک قابلمه آب و میذاریم روی حرارت ملایم تا بجوشه. در نهایت با صافی آبش رو جدا میکنیم و میریزیم توی یک قابلمه. هل، دارچین، مقداری میخک و شکر رو بهش اضافه میکنیم و نیم ساعت میذاریم تا بجوشه. از این معجون روزی یک بار مصرف کنید. نوش جان. اگر تا اینجا از آموزش لذت بردید حتما آموزش بعدی هم از دست ندید. اول یه دونه آناناس و موز رو داخل میکسر میریزیم و یه دونه ماست میوه‌ای آناناس رو هم بهش اضافه میکنیم. یک مقدار شیر و یخ رو داخل میکسر میریزیم و میکسشون میکنیم. حالا در آخر داخل یه لیوان سروش میکنیم. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد لطفاً با لایک و شیر از ما حمایت کنید.